حبیب یوسفی برای رفتن به جنگ 11 مراتب عریضه نوشته باشد هم بار 12 اجازه اشتراک در جنگ دوم جهانی را پیدا کرد. هرچند که این شخصیت اجازتنامه یعنی ورقه نرفتن به جنگ را با خود داشت، اما او مبارزه رویاروی با دشمن را اولاد دانست. شاعر جنگاور شهید میدان مردانگی حبیب یوسفی از زمره ایجادکاران اصیل بود که نه تنها وصف وطنش تاجیکستان را کرد، بلکه در حیات نیز به دفاع آن برخاسته در میدان نبرد قهرمانانه هلاک گردید و به قول خواجه حافظ ثابت کرد که دلش با زبان یکی است. شعرهای من وطن را بیش از هر وقت دارم دوست در، وقتی آن است ای قلم ز عشق وطن جوش دارد دلم، گر وطن دل را تو میخواهی فدا سازم به جان. و دیگر اشعار دلاشوب او را در بیشتر خاندان تاجیکان میدانند و میسرایند. بعضی از مصرع‌های برجسته شعر شاعر به شعار و مثل تبدیل یافتند. حبیب یوسفی در بیشتر شعرهایش اشاره روشن دارد که من آماده‌ام برای این میهن فدا شوم. از جمله می‌نویسد برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هرچی گوید ادا میکنیم. من نه تنها دل تن و جان هم فدایت میکنم، تا شوم چون قهرمان‌های تو من هم قهرمان. به ویژه در زمان جنگ بزرگ وطنی میهن پرستی شاعر دوچند بالا گرفته، سخنانش با حرارت و احساس جوشان به کاغذ ریختند. من وطن را بیش از هر وقت دارم دوست در گفتن شاعر عیناً به روزهای اول آغاز جنگ رابطه دارد. یعنی عدو به خاک تو قدم ماند و قدر و قیمت مهر و محبت را بیشتر حس کردم و شناختم. شاعر اصلا از آغاز ضبطکاری‌های فاشیستان را محکوم میکرد، حالان که پای آنها تا به خاک اتحاد شوروی نرسیده بود. در برابر این به عملهای ضد انسانی دشمنان کشورهای شوروی همیشه واکنش نشان میداد. برای این شعرهای به جوانان اسپانیا بخشیده او زیتو قهرمانی و از ما مدد، به دشمنان وطن جاسوسی تروتسکیچی، به دلارس ایبروری تفو بر تو ای گرگ ملعون تفو، و فتنگران حربی یابانیا این وطن زنده در جهان میباد. به مناسبت واقعه چکسلواکیا نمونه شده میتواند گفتن سزاست که شاعر جوانمرد ما بیشتر اشعار میهن پرستی و مقاله های نغز و پرمغزش را دایر به زبان و فرهنگ در صحیفه‌های جمهوریت که آن زمان تاجیکستان سرخ نام داشت انتشار داده است. پیداست که این جریده همیشه منبری بلند وطن و وطن دوستان بوده است. اگر دفترهای جنگی شاعر گم نمی‌شدند و تا به ما می‌رسیدند، تا کدام درجه وطن دوستی از خود گذشته بودن شاعر را بیشتر احساس می‌کردیم. با وجود این حسی بلند صداقتش را به میهن از نامه‌های آن که در میدان رزم نوشته است پی بردن ممکن است. مثلا به استاد لاهوتی چنین می‌نویسد: در بین این همه جنگ و جدال پرشدت، سلامتی شما بر این استادان عزیز برای خلق وطن خیلی چیزی پرقیمت است. شما هیچگاه از یاد من فراموش نمی‌شوید، چون که روزی نیست که بیت‌های شما را نخوانم. از این همه حرف‌های گرمتر را با شوق به کاغذ ریخته در آخر تاکید میکند: من این سطرها را در زیر سناریاد و تیر دشمنان نشسته می‌نویسم. خواهش میکنم به صمیمیت آنها باور نمایید. در شعری مکتوب از شرق دور به محبوب و همسرش می‌نویسد: جدا شدم ز تو آمدم به کار وطن، ز یک دیار وطن بر دیگر دیار وطن. اگرچه بود گران کردم اختیار این را، چرا که یار تو فرزند دوستدار وطن. در حسن مطلع خواهش میکند که به عهد و پیمان یاری صادق بماند. تو پایدار همیشه به عهد و پیمان باش، که من به عشق تو هم چون به کارزار وطن. عهد و پیمان روحانی شاعر با وطن و دلبرش کنده نشده باشد هم، اما صد دریغ که جسمی او 2 ماه پیش از پیروزی با خاک ورشو پیوست و او دیگر به دیدار وطن مقدسش که وصاف یک گمری آن بود نرسید. در نامه کمیسریت حربی که به عنوان خانواده شاعر ارسال شده است این پیام پردریغ ثبت است: لیتنانت یوسف حبیب الله، نامناسب حجتی شاعر همین گونه بود، در فرانس سخت یاردار شده 4 فوریه سال 1945 در پالچ وفات کرد و در قبر 9 قبرستان حربیان روس در موضعچه ویشنی گوبرنی ورشاوا دفن شده است. شاعر تا واپسین نفس ناامید نبود، هر لحظه تأکید میکرد که پیروزی نزدیک است. واقعا هم غلبه بر فاشیسم از آرمان‌های حبیب یوسفی بود که با خود به خاک برد، اما به عوض جانفشانی شاعر خاک میهنش در امان ماند. اینک 80 سال است که چندین نسل آدمی از شهد غلبه و لذت آزادی که به عوض جان حبیب یوسفی و میلیون‌ها جوانمردان دلیر دیگر به بار آمد میچشند.